آقای بقایی چند ماه پیش اومدی یه بار براتون تزریق انجام دادیم. من 6 ماه 6 ماه اون موقع هم کمر درد داشتین، هم توی درد توی پاها داشتین، درسته؟ هم دیسک کمر دارین، هم اینکه به خاطر قندی که بعضی وقتا کنترل نبوده بالا بوده باعث شده که یک مقدار اعصاب خودتون آسیب ببینه. خب وقتی میگی که پام احساس میکنم احساس سرما داشتین توی پای گرمای خیلی شدید، گرمی خیلی شدید، خیلی شدید. یعنی هر کاری که شما بگید من قبل از این خدمت شما هر کاری بگید انجام دادم دیگه. لازم نیست من بگم که زاوله انداختم، نه اصلا هر کاری شما به کیشه رو کنی کردم اصلا نتیجه نگرفت. بعد اومدم خدمت شما خاطر بیشتر داغی پام اومدم. کاری که ما انجام میدیم باعث میشه که بعد شما کنترل بشه، اون حالتهای داغی که ناشی از نوروپاتی دیابتی کنترل بشه. ولی شما به جز حالا توصیه‌هایی که بهتون میکنن چه ورزش چه استراحت رفتن که اینا رو باید حتما انجام بدید، حتما باید سعی کنیم قندتون هم نرماله.